نخست تعزیه بیان میکنیم بنابر درگذشت فرزندتان. بعدا این اردن عنوانی که پس از درگذشتش با فرزند شما دادن برای شما اینا تبریک هم میگین. خب مرگ فرزندتان چگونه آگاه شدین از مرگ؟ چگونه ما در حقیقتا از مرگ فرزندم درک نداشتم. یک جا میمونی رفتم سر شما تنی دیهات همونجا بعد اومدم ساعتهای 9:30 بیگاه شب بگیرم یک ماشین اومد و گفت که معلم شما را در کمیسریت پیرو دارن. وقتی من کمیسریت رفتم کمیسر دیدم دبیرنه مردم رامون جون بیا خیلی سلام کردن دیگه ما خیلی چیزا اونجا برم یک دو آدم حربی دیگه هم اونجا بود آدمای شناس پارکور من آقای محمود تانی بچه بود. بعد یه خط به یک در مدرن یک کابینه مرا دکتر درآمدیم که اونجا رئیس رایون شتاگی است غفور موسی. غفور موسی بعد خیلی هر یک گپای هست نبود و بعد دو معلم یگون خوب ندیدم دی بعدم خیلی من خوب را میبینم هر شب خوب میبینم همیشه. بعد یادو چه همین مسئله های دیگه جوهر آورد و بعد همین گفت که غفور موسی که معلم یک گپ میگم که همین میان تا محکم بانکی بچه شما قهرمانانه علاق شد. ها بچه چی خیر؟ گفت که در همین رحمید همین زد خورد شده بوده در همون دره رحمید علاق شد. ما همجا بعد دره گفتیم. قبلا فرزندتون گفته بودن که رحمید میروان کارش از اینو؟ همین با حال کنین همین پیشتر ما ساعت یک بعد قطعی تلفنی گپ زد. گفت پدر نغزی سازی حتی بچه هم نغزم سلامتم. گفت نه گفت یک همین نواسات خبر بگی کلن خبر بگی یک دو روز خونه ما در بستی و بعد برای ما گفتم خیلی بچه هم خیلی وقتی ما درد دارم خیلی خالی شدم میام همین خیلی بگیم که گفتو بعد با هم قطعی بگیم خیرخش کرد و گفت تا نباشه خیلی مایداش. ما گفتم در گجویی گفت که ما در اینجا شام بیدم همون اولاد ده همین کاری شومی همون لعنتی ها ساعت 2 بسه سر شده بود. همون چنده همون رحمتی رستم در همون رامید بود. یعنی همون شبی مرگش با شما تماس داشت؟ همون شب 2 ساعت پیش قطعی ما خیرفش کرده بعد همون ساعت با هم داره رو میترفت. خب وقتی که همین کسب انتخاب کرده بودن شما میدونستین که یک کسبی خیلی خطرناک است، موافقت کرده بودین با اون که همین راه دبره و یعنی راضی بودین شما؟ با حال که همین کسب در گذاشتن در کماندیر عرف گذاشتن در مرا یا همون یا یک روکی اوتا مرا یک دو بوده که ما یک وظیفه دیگه را گذاروندن. ما چون خیلی بچم کدوم وظیفه گفت اوتای کاری تلفنی نیست بعد خبر میکنم دیگه. بعد دیگه آدما در رایون گفتن که معلم تبریک میکنیم کارکنای حمیت. ما چون سالی نباید تبریک میکنیم نه گفت که رستم انا کماندیر الف گذاشته. خیلی خدا راستی دیگه ما چون که ما او بچه ما یکم کرده منیگری نمیکنم او کدوم وظیفه کار میکند کدوم وظیفه کار نمیکند چون که وای بچه بگیم که چی خودش در استوار بود همو استوار بود انا بگیم که خیلی رفت است همون کار در رفت است. چگونه تربیه کردین اونو را در کدام روحیه؟ همین تربیه از صنفی چوریمش ما را تربیه کردم چون که صنفی 4 خوند اینترنت سرچمش روان کرد. صنفی 8 بود کرد آوردم در آموزشگاه کسبی تلکی در نزد خودم همچون بگیم که طلبه قبولش کردیم و همونجا را خوند بود کرد. بعد از بس که بچه سالم بود بچه اسپرتیم بقوت بود همون سال کالج حربی شده بود. بعد ما همجا داخلش کردیم
ایوجا روانش کن شهر یزدان در کسبی دسانتی خوندم. درست است. خب این رتبه حربی دیگر پس از مرگش دادن توفه دادن اینو را چگونه پذیرفتین مثلا؟ ما خیلی بعدی همین فرزند ما ارزنده بود همین بگیم رتبه دا هم در چیز دادن و هم بعد اردینی سپیدامیت چی میگه درجه یک میدادن و یک خانه دیگه خیلی تقدیمش کردن سه خانه ها. پرزیدنت کشور چی گفتن هنگامی که این جایزه و این رتبه او را میدید؟ خیلی همدردی بیان کرد تو خیلی نصیب بوده که ما همدردی بیان میکنیم همین گپا را تو بعد همون چیزا را داده تا تشکر، زنده باشید.